سلام بچه ها، جور بخیر. بچه ها اونایی که مرا میشناسن اونا میدونن که من الان برای فعلا در افغانستان هستم، در ولایت غزنی ولسوالی مالستان در بالاسر کمرک هستم. و اونایی که مرا نمیشناسن، من خودم ساکنین کشور سویدن هستم و بعد از 15 سال آمدم در کشور خو. در پشت سرم که است خانه پدری داریم اونجا که او یک 15 سال میشه که دیست نخورده و تیر شی و چکم دیوار شی خراب شده که ما دوباره آمدم رو جور کنم دیگه. اونایی که مرا میشناسن اونا میدونن که ما کی هستم و کی نیست. و بعض از دوستان از من خواسته بود که ما کار میکنم اما را ما از دوربر از خانه اینا فیلم بگیرم و خانواده من خواسته بودن که از خاطر که زمین های ما شراکت هستن و درخت ها شراکت هستن، گفته بودن که هر کار میکنی فیلم بگیر و بگیر ما ببینیم تو چی کار میکنی چی کار نمیکنی و کدام درخت بزن و کدام درخت نزن و چی کار بکن و چی کار نکن. این فیلم فقط برای از اونا هستن و در آینده ما تک تک هر کار میکنم، ما دمی جای نشان میدم که از خاطر اونا ببینن.